سلام، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون فالکده لیلا هستم. امیدوارم حال دل تک تکتون خوب باشه. امروز اومدیم با یک انرژی خانی خیلی خاص و خفن دیگه. میخوایم بدونیم که چه چیزی مانع رسیدن شما به عشق حقیقی شده. اصلا این عشق حقیقی بهتون میرسه یا نه؟ پس تا انتهای انرژی خانی کنار من باش، چون نشونه ها آخر ویدیو خودشون رو ظاهر میکنم. اصلا اول دلیلش رو ببینیم، بعد هم آخر ویدیو ببینیم که این عشق حقیقی نزدیکته یا نه. بریم سراغ انرژی خانیمون. قبل از اینکه انرژی خانی رو شروع کنیم، برای اینکه هم انرژی بشید با این انرژی خانی، با این فال، حتما برای من کامنت کنید که من آماده دریافت عشق حقیقی هستم. برای اینکه این انرژی خانی به جواب بده حتما باید لایک کنی، چون این انرژی خانی به کسی جواب میده که این ویدیو رو لایک کنن. کانال منو سابسکرایب کنید تا بتونیم به یه حد نصاب که رسیدیم یه سری آموزش ها رو اول هر ویدیو بذارم، بتونیم چالش های کاری، مالی، احساسیمون رو باهاش برطرف کنیم. زنگوله رو فعال کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. بریم سراغ انرژی خانیمون. نیت بکنید تا موقعی که من کارت ها رو بر میزنم شما نیت کنید. چون من میخوام تمام کارت ها رو تو ویدیو بذارم که شما بتونید یه ارتباط خوبی با کارت ها برقرار کنید، من این ویدیو رو باز مجبورم یه خورده خب حالا با دست کارت های لنورمان هم میخوام ببینیم که این عشق حقیقی نزدیکتونه یا نه. چیزی که داره نشون میده تو اولین کارت، من دارم میبینم شما یه آدمی هستید که ذاتاً مهربونه، ذاتاً فداکاری و یه جورایی یاد گرفتید خودتون رو فدا کنید. خب توی رابطه‌ای که هستید زیادی تو هر کاری مایه میذاری، زیادی تو احساساتتون مایه میذاری، زیادی خودتون رو فدا میکنی، کلا کور میشید تو اون عشق و دیگه چیزی رو نمیبینید جز طرف مقابلتون. کلا فداکاری بیش از حد براتون افتاده. اینجا داره نشون میده که یه ترسی تو وجودتونه، ترس از رها شدن. انگار تو گذشته شما یه رابطه‌ای بوده، رابطه‌ای که پر از زخم بوده، خیلی طرفتون رو دوست داشتید اما زخم عمیق رو دلتون گذاشت این رابطه و انرژی این رابطه هنوز همراه شماست و این باعث شده که شما هنوز درد بکشید، هنوز عذاب بکشید و باعث شده بترسید از اعتماد دوباره، از زخمی شدن دوباره، از آسیب دوباره.
شما باید یاد بگیرید به یه رشد شخصی برسید. تقریبا دارید امتحان میکنید، دارید یه جورایی به اون رشد میرسید، به اون رشدی که باید یاد بگیرید که زیادی خودتون رو فدا نکنید، زیادی مایه نذارید. حتی اگر احساس کردید رابطه یه طرفه، رابطه رو تموم کنید، نه اینکه ادامه بدید، فداکاری کنید، هیچ کاری کنید که توجه کنه. چون من میگم زیادی خیلی توی رابطه شما خودتون رو فدا کردید و این زخما هنوزم که هنوزه رو دلتون هست، رو ذهنتون هست و ترس دارید، ترس از اعتماد دارید. این 3 تا کارت داره میگه یه جورایی به اون رشد رسیدید، یه جورایی رو خودتون کار کردید، میگید که این بار دیگه این کار رو نمی کنم و واقعا هم میبینم یه سریاتون یه جورایی درس عبرت گرفتید، یه جورایی یک تجربه سخت رو از سر گذروندید و تقریبا رشد رو گذروندید، اما هنوزم گارد گرفتید به خاطر همون ترسه. میترسید که دوباره برید توی رابطه و رابطه‌ای که یه طرفه باشه، رابطه‌ای که بخواد آسیب بزنه به شما. عشق تو چند قدمی شماست، اون عشق حقیقی تو چند قدمی شماست. حالا با کارتای لنورمان بهتون میگم که این عشق میرسه یا نه. هنوزم شما ترس دارید از ورود یه آدم. شما هنوز نتونستید یاد بگیرید ببخشید، هنوز یاد نگرفتید فراموش کنید، هنوزم به فکر کارای آدمی که تو گذشته شما بوده، پنهونکاریایی که کرده و میترسید که نفر بعدی همینطوری پنهونکاری کنه، خیانت کنه. شما یه خانمی یا آقای کاریزماتیکید، یک خانمی که جذابید، آقایی که جذابید، اما ترس دارید. طرفدار زیاد دارین ها، اما ترس هم کنارش من میبینم دارید. ناامیدید، کلا دلسردید، از یه شروع دوباره میترسید که دوباره درگیر یه سری وابستگی ها بشید و نتونید خودتون رو رها کنید از اون وابستگی، از اون عشقهای یه طرفه. و کلا چیزی که اینجا افتاده و خیلی هم بد هست، شما نتونستید انرژی رابطه قبلی رو پاک کنید، رها کنید، نتونستید ببخشید و این مانع شده برای شما برای رسیدن به عشق حقیقیتون. باید یاد بگیرید ببخشید، باید یاد بگیرید که این انرژی ها رو رها کنید، این ترس رو بذارید کنار، این بی‌اعتمادی رو بذارید کنار. چون گفتم عشق حقیقیتون چند قدمی شماست، فقط باید شما اجازه بدید که این عشق وارد بشه. شما هنوز اجازه ندادید چون باور ندارید، اصلا میگید همچین کسی نیست، همچین چیزی، همه مثل همه یه شکلن، در حالی که دارید اشتباه میکنید. بریم سراغ کارهای لنورمان. چقدر شما بی‌اعتماد شدید برای رابطه بعدی و اجازه نمیدید دیگه کسی شما رو دوست داشته باشه. ببینید شما از یه شانس، از اینکه آقا این کارت اصلا داره بهتون میگه یه شانس دوباره به خودتون بدید. چرا غرق شدین تو این گذشته؟ چرا رها نمی کنید اون گذشته رو؟ شانس بدید، اون ترس رو بذارید کنار، سعی کنید اگر میبینید نمیتونید رها کنید مشاوره برید، یا با یک نفر که تجربه داره صحبت کنید، گفتگو کنید، سعی کنید که اون گذشته رو رها، آقا بریز هر چیزی که تو دلته بیرون، چون این باعث میشه که فراموش کنی. قرار نیست همه آدما بد باشن، قرار نیست همه آدما، حتی من یه سریاتون رو میبینم که منتظر یه عشق قدیمی که بهتون آسیب زده است. رها کنید انرژی های گذشته رو، بذارید انرژی جدید وارد زندگیتون بشه. ببینید انرژی جدید واقعا میخواد وارد زندگیتون بشه، فقط این که ببینید تا در باز نکنید کسی نمیتونه بیاد تو. شما در رو بستید،
منتظر گذشته برگرده، منتظر گذشته که بهتون آسیب زده برگرده. آقا این آدم که به شما آسیب زده دوباره هم میتونه بهتون آسیب بزنه. پس اون عشق قدیمی رو ول کنید، رها کنید، بذارید این جدیده بیاد. یعنی انرژی کارت ها خیلی قشنگ داره شبیه هم میاد. میبینید رها نمی کنید، درد دارید میکشید، حاضرید درد بکشید ولی اون گذشته هم رها نکنید و همینطور به درد کشیدنتون دارین ادامه میدید. نکنید. با اینکه این آدم خیلی بهتون آسیب زده، شما رو زخمی کرده و میگم ترس دارید، آقا ترس ها رو هم بذارید کنار. یه سریاتون اصلا منتظر اون آدم هم نیستید، فقط میترسید و میترسید همه مثل هم باشن. نه، قرار نیست همه مثل هم باشن. چرا این حرف رو دارم میزنم؟ خیلی محکم دارم این موضوع رو میگم. حالا بهتون میگم. الان کارت ها رو بکشم، نیت بکنید. خب بریم سراغ کارت هایی که بیرون اومده. چون با سند دارم بهتون میگم، کارت هایی که اومد قرار یک نفر بیاد، میبینی این عشق حقیقیتونه، نزدیکتونه، خیلی بهتون نزدیکه. گفتم فقط اینکه شما باید اجازه بدید گذشته رو رها کنید و بخواید. تا نخواید نمیشه ها. الان بهتون میگم، باز چند تا کارت دیگه میکشم بهتون میگم که براتون آرامش میاره. این عشق حقیقی برخلاف اون گذشته، تمام این گذشته دردناک رو میشوره میبره. ببینید برخلاف اون چیزی که اصلا میگه دیگه من عاشق نمیشم، کسی نمیاد منو دوست داشته باشه، خیلی اعتماد به نفستون رو آوردی پایین، اصلا صفرید. ببینید این داره میگه نه، برخلاف اون چیزی که شما فکر میکردید عاشق میشید، دوباره یکی رو دوست دارید و اونم تو شما رو دوست داره. یه عشق پاک و دو طرفه. میبینید حالا اینجا چه کارتایی اومده؟ فقط این که سرسختیتون رو بذارید کنار. نگاه مثل کوه شما وایسادید. مقاومت، یک انرژی خیلی قوی دارید که نه دیگه نمیخوام، نمیشه، نمیذارید. اصلا عشق حقیقی رو شما خودتون نمیذارید بیاد. عجیب دارید مقاومت میکنید، سرسختی میکنید، کلا احساس رو تو خودتون دارید میکشید. نکنید این کار رو. و یه جورایی البته کار درستی میکنید، دارید منطقی تصمیم میگیرید، دارید با عقلتون تصمیم میگیرید، اما سعی کنید احساسم چاشنیش کنید. بذارید که آقا قرار نیست گفتم همه مثل هم باشن، احساسم کنار این دوتا بذارید. چون گفتم دوباره عاشق شدن رو من براتون میبینم. فقط کافیه که یه چیزایی رو جابجا کنید، یه چیزایی رو خودتون تغییر بدید، بخواید که تغییر کنه، اون انرژی ها رو تغییر بدید، اون گذشته رو رها کنید، یاد بگیرید ببخشید، یاد بگیرید که یک طرفه توی رابطه نباشید، خیلی توی رابطه فداکاری نکنید. یه قدم برداشت، یه قدم بردار. خودتون رو فدا نکنید تا بتونید. ببین باید یاد بگیرید توازن رو برقرار کنید. چیزی که اینجا افتاده، شما باید یاد بگیرید این توازن رو تو رابطه برقرار کنید. همین باعث میشه یه عشق حقیقی و موندگار برای همیشه داشته باشید. این هم از انرژی خوانی امروزمون. امیدوارم که جوابتون رو گرفته باشید. اگر این انرژی خوانی رو دوست داشتید و انرژیش یه جورایی با شما مچ شد، برای من حتما کامنت کن. من آماده دریافت عشق حقیقی هستم. اگر لایک نکردی لایک کن تا این انرژی خوانی بهت جواب بده. تا انرژی خوانی بعدی، فال بعدی، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.